بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، موافق طلب بعضی از دوستان در موضوع اسراف کوتاه و مختصر میخواستم چند جمله به سمع شما برسانم. حالا انسان مسلمان قطع نظر چی از پیر و از جوان، چی مرد زن، قطع نظر از سن سالش، همیشه باید هر سخنی، هر قدمی، هر عملی انجام میدهد باید از روی خیرات و از روی خیرخواهی باید باشد. هیچ وقت باید به زیاده روی راه ندهد. حتی ببینید دانشمندان اسلام هم در عبادت به زیاده روی یعنی توصیه نمیدهند. میگویند باید که مسلمان به مانند یک پرنده سالمی که دو بالی سالم دارد بلند پرواز میکند، مسلمان باید به مانند اون پرنده بلند پرواز باشد که هر دو بالش سالم و بلند پرواز کند. یعنی این دو بال چی هست؟ هم دین و هم دنیاداری هر دو رو مستحکم بگیرد. حالا دین هم گفته دنیایش رو فراموش نکند، دنیا گفته دینش رو فراموش نکند و هر دو رو در هر دو باید که اعتدال و میانه روی. میگویند که وسط رو مکن از کفرها که گفتند خیر الاموری اوسطها. در همه کار میانه روی اعتدال را پیشه کن، چرا که در این خیر برکت است. در میانه روی اعتدال خیر برکت است. هیچ وقت حتی در عبادت هم زیاده روی یا که در تمامی کار باید که انسان زیاده روی نکند. هم دین هم دنیایش را مستحکم بگیرد تا اینکه هیچ وقت پیش هر کسی یا ناکسی خجالت یعنی سرخ کبود نکند خود را، خجالت نکند خود را و کامیاب باشد. حالا برای که کامیاب باشد همیشه باید که خیرخواه باشد. حالا خیرخواه اگر که میخواهد خیرخواه باشد باید هیچ وقت اسراف نکند. حالا اسراف کلمه عربی چی معنی دارد؟ یعنی زیاده روی. نه در خوردن زیاده روی، نه در دشمنوگری زیاده روی، نه در خواب زیاده روی، نه در یعنی خرج و صرف زیاده روی. از جمله حتی در استفاده چیز برق باید که انسان هیچ وقت زیاده روی نکند، چرا که زیاده روی اسراف حرام است. یگانه گناهی است که پروردگار اسرافکار رو برادر شیطان میگوید استعیذ بالله ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. اسراف کنندگان برادر شیاطین هستند. یعنی به خاطر چی پروردگار بنده اسراف کننده اش رو برادر شیطان گفتگی هست؟ به خاطر که به زیان می رود و شیطان همیشه در زیان است. برای همین اسرافکار رو برادر شیطان گفتگی هست. حالا من گفتم که خیرخواه بودن یعنی چی؟ خیرخواه بودن نسبت خود، نسبت اهل خانواده خود، نسبت پدر و مادر خود، نسبت فرزندان خود، نسبت اکا و دادر و پیوندان و خیش تبار خود، نسبت وطن خود، نسبت کشور خود، نسبت مردم خود، نسبت حکومت و دولت خود. خیرخواه بودن اسراف نکردن است. چی در خوردن، چی در پوشیدن، چی در معامله، چی در خواب، چی در استفاده برق. اسراف در هر کاری که نباشد انسان را به خطر و به ضرر میبرد. اسراف یگانه گناهی هست که برکت نعمت رو، برکت دارندگیت رو، هر چی که داری برکت اون رو از بین میبرد، نیست نابود میکند. باید مسلمان هیچ وقت به اسرافکاری دست نزند و همیشه از روی فکر، از روی عقل، از روی فراست و از روی خیرخواهی زندگی کند. هیچ وقت خور نمی شود. وقتی که اسراف نمی کند هیچ وقت خور نمی شود. انسان اکثریت کلی اونایی که بیمار هستند، اکثریت کلی بیماران از روی پرخوری هست.
و دیدید انسانی که یعنی کم خوراک هست، همیشه اعتدال میانروی رو اعتدال و میانروی رو انتخاب میکند، اختیار میکند، میانروی میکند در همه معامله و زندگی هاش، دیدید بیمار شده است؟ نه. کم خوراک اونایی که کم میخورند، اعتدال و میانروی اختیار کردن، خیلی سالم زندگی میکنن. حتی اونایی که بسیار میخورند، پرخور هستند، اکثریت یعنی به بیماری‌های خطرناک مبتلا میشوند. برای همین مسلمان باید هیچ وقت و اسرافکاری راه ندهد، از جمله برق. انشالله یعنی تمام مردم ما وقتی که خیرخواه می باشند و صرفه‌کاری میکنند در استفاده برق، حتی در روشنایی و در دیگر حال هم روشنایی هم، یعنی از روشنایی دهنده کم مصرف اگر استفاده میکنن، که هر چقدر کم برق استفاده کنند، یعنی به خاطر چی ما تاکید میکنیم که در برق احتیاطکار باشیم؟ تا اینکه اون نیروی برقی مهم استراتژی برای ملت دولت و برای سرزمین و کشور و وطن خیلی مهم هست. نیروی برقی آبی راغون و دیگر نیروهای برقی که هستند، یعنی کار دوام دارد و باید که در مهلت معین انجام داده شوند. اگر چند کم هم باشد، یعنی از صرفه‌کاری ما و شما وابستگی دارد. باید ما و شما همچنین مسلمان در کار خیر و در کار جمعیتی و در کار ملتداری و دولتداری و کشورداری و حکومتداری باید که سهم خود رو بگذاریم. سهم خودی همه ما و شما مردم تاجیکستان، قطع نظر از ملت‌های گوناگون، قومیت‌های گوناگون، یعنی سهم خود گذاشتن در اسراف نکردن برق و زیاده روی نکردن در استفاده برق است. و این یکی از عبادت‌های بزرگی است، یعنی صرفه‌کاری یکی از عبادت‌های بزرگی است که عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت را می‌دهد. چرا ما با این همه تأکید میگوییم؟ به خاطر که پروردگار این بندگانش که اسراف نمیکنند عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت را برای اون وعده دادگی هست. همیشه با عزت و با برکت و با سعادت باشید و همیشه خیرخواه باشید. این خصلتی هست که خیرخواهی خصلتی هست که عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت را جلب میکند. همیشه موفق و کامیاب باشید.